سلام بریم به قدیمی ترین شهر آلمان یعنی شهر تریر سفر کنیم. شهری با 2000 سال قدمت تاریخی. با من همراه باشید. اول میخوایم سری بزنیم به پورتا نیگرا یا دروازه سیاه که بزرگترین دروازه رومی باقی مانده در شمال اروپا است. حدود سال 180 میلادی توسط رومی ها ساخته شده و ورودی اصلی شهر تریر بوده و یه جورایی نماد این شهره. یعنی هر کس که میخواسته وارد شهر تریر بشه باید از این دروازه عبور میکرده. حالا چرا به اینجا میگن دروازه سیاه؟ اینجا در واقع یک ساختمون با سنگ‌های روشن بوده، اما طی مرور زمان این سنگ‌ها به رنگ سیاه در اومدن و اسم پورتا نیگرا یا دروازه سیاه رو روی اون گذاشتن و روی اون هم مونده. در قرون وسطا این بنا به کلیسا تبدیل شده و همینم باعث شده که تا الان سالم باقی بمونه. مرکز شهر تریر ترکیبی از تاریخ رومی و زندگی مدرن امروزیه. وقتی که توی این خیابونا قدم میزنید هم ساختمونای چند صد ساله رو میبینید و هم کافه رستوران‌های کاملا امروزی و مدرن رو میبینید. کوچه‌ای به اسم یودنگاسه به معنی کوچه یهودیان در شهر تریر قرار داره. در قرون وسطا جامعه یهودیان شهر تریر در این محله زندگی می‌کردند و یکی از قدیمی ترین محله های یهودی نشین در آلمان محسوب میشه. کوچه های باریک و ساختمون های قدیمی هنوز حال و هوای تاریخی اون زمان رو برای ما زنده میکنن. بعد از اون یه سر میزنیم به یکی از قدیمی ترین پل‌های آلمان در شهر تریر که هنوز هم قابل استفاده است. به اسم روما بروکه یا پل رومی.
ببینیم قدیمی ترین پل آلمان چه شکلی. ما رسیدیم به روما بروکه، قدیمی ترین پل آلمان در شهر تیریر. روما بروکه. سر راهمون یه سر زدیم به خونه کارل مارکس، فیلسوف و متفکر مشهور آلمانی که در سال 1818 در شهر تیریر به دنیا اومده. امروز خونه اون در شهر تیریر تبدیل به موزه شده و تمام آثارش، اندیشه‌هاش و زندگی نامش رو میتونید توی این موزه ببینید. اینجا کایزرترمن یا حمام‌های امپراتوری‌های رومیه. این مجموعه در قرن 4 میلادی توسط رومی‌ها ساخته شده و یکی از بزرگترین حمام‌های رومی خارج از ایتالیا به شمار میاد. در دوران روم باستان حمام فقط برای شستشو نبوده. مردم اینجا برای استراحت، ورزش و حتی ملاقات با دوستانشون هم دور همدیگه جمع می شدن. قدم زدن توی این حمام حس واقعی سفر در امپراتوری روم رو به شما القا میکنه.
بگو. این نمونه بازسازی شده شده. این شکلی بوده. که فکر کردم اینجوری حالا یه وقت تحقیق کردم شده این بخشش باقی میمونه. اینایی که اینجاه خب اینا همه اینان احتمالا این پایشی که باقی میمونه.